من تعجب میکنم یک نماینده این گونه حرف بزنه و از این بدتر که ایشون برمیگرده میگه کسانی که دنبال موسیقی هستن، دنبال آلات موسیقی هستن، از کشور از مملکت برن. شما چی کاره اید؟ به شما چه ربطی داره؟ شما یک نماینده‌ای با یک رأی اومدی توی مجلس نشستی. حالا معلومه نیست با چند تا رأی اومدی. اونم باید تحقیق بشه ببینه با چند تا رأی اومدینشون تو مجلس نشست. به شما چه ربطی داره که برگردی بگید که کسانی که دنبال موسیقی هستن از کشور برن؟ برای آقای نماینده میخوام اینو بگم، توی هلند در سوله‌هایی برای گاوها موسیقی پخش میکنن و شیر اونا 2 برابر میشه. یاد شعر سعدی بزرگوار افتادم که میگه اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب کش تعب جانوری که از عشق خبری. هر کی از راه برسه به این مردم نمیتونه بگه که شما از کشور برید. مثل اون مجری که اومد توی تلویزیون گفت کسی نمیخواد از مملکت بره. بازم تکرار میکنم، شما هیچ کاری به شما هیچ ربطی نداره که کسی توی این مملکت باشه یا نباشه. ما دوباره عرض میکنم اعتراض شدید خودمون رو اعلام میکنیم. موسیقی مثل حواس برای این مردم. موسیقی غذای روح است. باید این مردم داشته باشن. اینم تصمیم گیرنده شما نیستید.